این مردم کی میخرد؟ همه سکوت اختیار کردن. کی مردم میکشه به طرف جنت میبرد؟ مردم گمراه شد. زمام زندگی مردم شیطان به عهده خود گرفتگی است. دیگر این مردم دویده طرف جهنم رفتادیان. دیگر هیچ پیش راه این مردم نمیگیرد. باید شاید همگی باید دعوت الی الله به خاطر خدا مردم دعوت بکنیم که ای مردم، خدا هست، پیغمبر است که دنیا من و تو مقیم نیستیم در دنیا. در زندگی کورکورانه زندگی نکنید عزیزان. بیدار باشید. امروز فردا همگی میریم نزد رب. به این عملهای زشتی پوچی ناروا پیش پروردگار به کدام دیده و رو سر بلند میکنیم؟ من و شما را اگر خدا علم داده باشد، من و شما را اگر پروردگار فضل علمی داده باشد، هر کی گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اگرش فرض و واجب است که برادرش دعوت بکند. لیکن چرا همگی خاموش هستیم؟ دیگر در کوچه میبینیم مصیبت، در کوچه میبینیم جنایت، گناه، معصیت، آشکار گناه هست ایستاده است. جرأت و قدرت نمیکنیم بگیم بچه جان حرام نکنی کاره. بانگ و نشه میزنن مردم، گروئین میکشن مردم، بی‌ستری و بی‌حیایی، فاحشگی و زنا به اندازه اوج گرفت که هیچ کس قدرت نداره بگه بچه‌مه برادر عزیزم تو مسلمان هستی. به خاطر خدا اگر ما یک برادری جنایتکار من نصرت کنیم انشاءالله که هیچ کس کاری چی نمیگرد. نخواه که اگر یک کس نصیحت کنی جنایت باشد. جنایت نیست برادران عزیز. اگر بینی و نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. گناه جنایت این است که نگفتی او همون جنایت انجام داد. خدا را در غضب آوردیم، خدا بلا را بالا من فرستاد. ما تنها نگوییم که جنایت و گناه و معصیت فقط این کافرای عالم کردن، زنا کردن، معصیت کردن، خدا بلا را بالای آورد. من و تو که مسلمان هستیم هزارها جنایت داریم. هزارها مسلمان بی نماز میبینی. هزارها دختر بی ستر و بی حیا و شرمنده را میبینی. مگر اینو مسلمانن یا کافر؟ اینو مسلمانن، دعوای مسلمانی دارن، لیکن بی پروایانه زندگی دارن، تکبرانه و مغرورانه. همون تکبره که شیطان کرد که از درون جنت رانده شد، همون تکبر در فرزندای آدم است.